با سلام. این قسمت ما قصد داریم کفتراشی که برای دستگاه فرز استفاده میشه، حالا چه NC چه دستگاه منوال، بهتون معرفی کنیم. کفتراشی که دست منه کفتراش D63 با الماس آپیکاتی 16. الماس آپیکاتی 16 برای کفتراش قطعات مختلف بسیار پرکاربرد تو صنعت و الماسیه که میتونی عمق بار بسیار زیادی رو بهش بدی. مثلا تا نصف ارتفاع الماس شما میتونی بهش بار بدی. این الماس ها داره 2 تا سر هست که زاویه برش و زاویه براده رو شما داخل این کلیپ مشاهده میکنیم. الان با هم میخوایم بریم کارایی این کفتراش در قطر 150 رو با هم مشاهده کنیم. الان کفتراش در حال کار هست که مشاهده میکنید. قطر 150، تعداد پر 8 پر، الماس بار 2 میل رو داره انجام میده و شما مشاهده میکنید که کیفیت سطح نسبتاً عالی رو به ما میده و ما میتونیم عمق بارهای بیشتر و سرعت براد برداری بیشتر هم ازش بگیریم. کیفیت سطح این قطعه هم میتونید الان مشاهده کنید که به چه صورت هست. تو صنعت و تو دستگاه CNC برای کم کردن ضخامت از کفتراش قطر بالا استفاده میشه و برای عرض و پهنا از کفتراش قطر 63 75 اینا استفاده میشه. این هم نتیجه کار که معرفی ابزارمون بود امروز. قطر 63 که داره پسبار رو در دستگاه میگیره. ما رو فالو کنید، لایک، کامنت یادتون نره. خدا نگهدار.